بیایید بریم به قرن 15. یه جنگی در جریان بود سر ابریشم، اما نه با شمشیر، با تجارت. این جنگ بین دو تا قدرت بزرگ بود، امپراتوری عثمانی و خاندانهای ترکمان. از یه طرف عثمانی‌ها با ناوگان قدرتمندشون حاکم مطلق دریاها بودند و در طرف مقابل خاندانهای ترکمان شاهرگ حیاتی جاده ابریشم رو توی دستشون داشتن. نکته جالبش اینه که نگاه این دوتا به قدرت زمین تا آسمون با هم فرق داشت. برای عثمانی‌ها هر بندری که تصرف می‌کردن یه پیروزی بزرگ به حساب می‌اومد. خب حالا بریم سراغ نگهبانای مسیر زمینی. اولیشون جهانشاه از قرقبیونلوها. استراتژیش خیلی هوشمندانه بود. مسیرها رو امن کرد و تبریز رو به قلب تپنده اقتصاد شرق تبدیل کرد. و اما رقیب بعدیش اوزون حسن از آقویونلوها، یه استراتژیست که میدونست هر جاده یه سلاحه. اون با باز کردن راه‌های جدید و اتحاد با ونیز قدرت دریایی عثمانی رو مستقیما به چالش کشید. خب این رقابت اقتصادی خاموش داشت به کجا میرسید؟ داشت آینده کل منطقه رو رقم میزد. در واقع این یه جنگ بین دو تا مدل قدرت بود. قدرت دریا در برابر قدرت جاده. هر کشتی یه پیروزی برای عثمانی‌ها بود و هر کاراوان یه مهر تایید بر استقلال ترکمان‌ها. جالبه بدونید که همین جنگ اقتصادی زمینه‌ساز جنگ‌های بزرگ صفوی و عثمانی شد. این رقابت ریشه‌دار سرنوشت منطقه رو برای قرن‌ها عوض کرد و نشون داد جاده‌ها چقدر مهمن. این به ما یادآوری میکنه که قدرت نظامی شاید از بین بره، اما نفوذ اقتصادی همیشه باقی میمونه. برای مدتی طولانی قلب تجارت شرق توی تبریز میتپید، گواهی بر نبوغ اربابان خشکی. من حسین علی محمدی هستم و خوشحال میشویم نظرات، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خودتان را با ما در میان بگذارید. کمک کنید صدای بارش سوسی را به گوش دوستانتان برسانید. بارش سسی سیزین سسی نیست.